سلام، به چنل خودتون خوش اومدین. امروز اومدم با یک ویدیو قرار 10 تا عبارت کاربردی یاد بگیریم که بتونیم در نونوایی یا همون بیکری مکالمه خوبی داشته باشیم. So let's get started. خب بریم سراغ عبارت کاربردی اول. What do you recommend? What do you recommend? چی پیشنهاد میدی؟ اینو خیلی جاها میتونین استفاده کنین. وقتی از طرف میخواین که بهتون فیلم پیشنهاد بده، یه نوع نون خاصی بهتون پیشنهاد بده، شیرینی خاصی پیشنهاد بده، یا حتی توی رستوران میتونین ازش استفاده کنین. برای مثال What do you recommend? Something fresh and sweet. میگه چی پیشنهاد میدی؟ یه چیز تازه و شیرین باشه. عبارت شماره 2 Is this freshly baked? Is this freshly baked? به معنی این تازه پخته شده. برای مثال Is this bread freshly baked? خب بریم سراغ عبارت بعدی. Can I have 2 loaves of bread please? Can I have 2 loaves of bread please? میتونم 2 تا نون بگیرم لطفاً. loaf به معنای قرص نان هستش. وقتی که بیشتر از یه دونه میشه، یعنی 2 تا 3 تا، باید بگید loaves. و عبارت شماره 4 رو زمانی استفاده میکنین که بخواین یه محصول gluten free یا بدون گلوتن سفارش بدین. میگید که Do you have anything gluten free? Do you have anything gluten free? خب عبارت بعدی برای زمانیه که میخواین درخواست کنین براتون نون و برش بزنن. Can you slice the bread for me? Can you slice the bread for me? عبارت بعدی برای زمانیه که میخواین از یه چیزی 12 تا بگیرین. I'd like a dozen of these. I'd like a dozen of these. 12 تا از اینا میخوام. dozen به معنای 12 تا هستش. عبارت بعدی خیلی عبارت کاربردیه. جاهای خیلی مختلفی میتونین ازش استفاده کنین. How much is this? How much is this? قیمتش چقدره؟ و عبارت بعدی Do you have any pastries left? Do you have any pastries left? شیرینی خشک باقی مونده یا نه؟ پیستری به شیرینی‌های پخته شده مثل کروسان، دانمارکی و پای گفته میشه. عبارت بعدی هم یه عبارت خیلی کاربردیه. بازم میتونین توی رستوران، کافه یا کافه بیکری ازش استفاده کنین. Can I get this to go? Can I get this to go? میشه اینو برای بیرون بر بگیرم؟ میشه بسته بندی کنید میخوام ببرم؟ عبارت to go رو هر جا شنیدیم به معنای همون take away هستش، به معنای بیرون بر. و عبارت شماره 10 That'll be all. Thank you. That'll be all. Thank you. یعنی همش همینه، ممنونم. خب مرسی که توی این ویدیو همراه هم بودین. 10 تا عبارت کاربردی با هم یاد گرفتیم. اگه بتونین موقعیت رو برای خودتون بسازین و برای مثال حالا توی نونوایی که میرین با خودتون تکرار کنین که این عبارت ها توی موقعیت براتون جا بیفته، خیلی عالیه. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین، برای دوستانتون بفرستین و عضو چنلم بشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.